مدرسه با نسیم خوش اومدین. من نسیمم. 16 سال سابقه تدریس در مدارس کانادا در مقطع ابتدایی رو دارم. از سپتامبر آینده هم قراره که ناظم مدرسه باشم. برای همین به قوانین آموزشی استان اونتاریو هم واقف هستم. امروز میخوایم با همدیگه در مورد بچه هایی که سندروم دان دارن صحبت کنیم. مثل اپیزودهای قبلی تاکید میکنم که من پزشک نیستم. در مورد تشخیص سندروم دان صحبتی نمی کنم. من بنا رو برای میذارم که شما اطلاع دارید که بچه‌تون سندروم دان داره. الان کانادا هستین، حالا میخواین بچه رو مدرسه ثبت نام کنین یا بچه مدرسه میره، میخواین ببینین که چی کار کنین، چه امکاناتی وجود داره در مدرسه و مسائل از این قبیل. صحبتم رو با مقطع کیندرگارتن شروع میکنم، برای اینکه مقطع مهمی هستش برای خانواده ها و بچه ها. معمولا برای اکثر بچه ها مگر اینکه مهاجرت کرده باشن و یا حالا به هر دلیلی یه چند سالی مدرسه نرفته باشن، معمولا کیندرگارتن اولین ارتباط بچه و خانواده بچه با مدرسه هستش. ترانزیشن از خونه یا از مهد کودک به مدرسه لزوما آسون نیست برای هیچ بچه‌ای، ولی برای بچه‌هایی که سندروم دان دارن حتما سختی‌های خودش رو داره. نگرانی‌های خانواده ها حتما بیشتره. اکثر اسکول بورد ها معمولا توی ژانویه یا فوریه ثبت نام مقطع کیندرگارتن رو برای سال تحصیلی بعد شروع میکنن. اگه در استان اونتاریو آردی دارین زندگی میکنین، هرچه زودتر زمانی که ثبت نام شروع میشه با مدرسه‌ای که به محل سکونتتون میخوره تماس بگیرین و بهشون اطلاع بدین که دارین بچه‌تون رو ثبت نام میکنین و بچه دیاگنوز سندروم دان داره. هم به بچه خودتون کمک کردین، هم به خودتون کمک کردین و هم به مدرسه، که مدرسه از همون روز شروع میکنه آماده شدن برای ورود این بچه به مدرسه برای سپتامبر و کمک هایی رو ممکنه به شما آفر بده که به نفع شما و بچه‌تونه. در این راسته وقتی بچه رو ثبت نام میکنین، مثلا یکی از مواردی که ممکنه بهتون بگن اینه که مثلا بچه رو شنوایی سنجی بردین، بینایی سنجی بردین، یا ممکنه تست های دیگه ای باشه که ازتون بخواد که اگه انجام داده باشین خب میدونین میرین تحویل میدین. اگه انجام نداده باشین بهتون وقت میده که قبل از شروع سپتامبر برین تست ها رو انجام بدین و نتیجهش رو برای مدرسه ببرین. این کمک میکنه به مدرسه که متوجه بشه که پروفشنال های مختلفی که با بچه شما باید کار کنن چه کسایی هستن. اگه بچه مشکل شنوایی داره، مثلا مسئول هیرینگ آیتنرنت میاد تو مدرسه با بچه کار میکنه، با معلم بچه کار میکنه. ممکنه دستگاه هایی که کمک کنه که بچه حرف معلم رو بهتر بشنوه برای بچه و معلم پروواید کنن و مسائل از این قبیل. بعضی از مدارس کاری که میکنن به خانواده ها سوشال استوری میدن. سوشال استوری در واقع داستان هایی هستش که مربوط به شرایط فعلی بچه یا شرایطی که قراره در آینده به وجود بیاد هستش و کمک میکنه که وقتی شما این داستان رو برای بچه میخونین دوباره و دوباره، وقتی بچه تو اون شرایط قرار میگیره میگه این شبیه داستانم، یه ذره راحت تر باش کنار میاد. مثلا صفحه اول کتاب ممکنه یه عکس از مدرسه باشه، بگه این مدرسه فلان هستش. صفحه دوم یه عکس معلم باشه، بگه که این خانم فلانی معلم کلاس کیندرگارتن هستش. هم که بچه اینو میخونه کمک میکنه که با قیافه معلمش آشنا بشه، با مدرسه آشنا بشه، با قوانین مدرسه آشنا بشه و وقتی تو اون شرایط قرار میگیره استرس کمتری خواهد داشت. اگه احیانا مدرسه بهتون سوشال استوری نداد، کتاب‌های زیادی وجود داره در مورد روز اول کیندرگارتن، روز اول مدرسه. حتما تهیه کنین. از کتابخونه محل سکونتتون میتونین بگیرین، میتونین از آمازون بخرین، از چپترز بخرین، ولی واقعا اگه لزومی نداره تو خونه باشه از کتابخونه میتونین اجاره کنین، بخونین، پس بدین یه کتاب دیگه، که بچه رو آماده کنین برای اون روز اول مدرسه و این تغییری که در زندگیش قراره اتفاق بیفته. بعضی از مدارس ممکنه تور برای مدرسه بذارن. حتما وقتی این تورا رو میرین بچه رو هم ببرین که آشنا بشن با محیط مدرسه. قبلش کلاسشون رو میبینن، ممکنه معلمشون رو بتونن ببینن و باز اون هم خیلی کمک میکنه به این ترانزیشن از خونه به مدرسه، از دیکر به مدرسه.
توی خونه یه سری اسکیل هایی که شما میتونین از قبل شروع کنید با بچه تمرین کردن، اسکیل هایی که برای مدرسه لازمه، مثلا چجوری خودش کفشش رو عوض کنه، چجوری بتونه لانچش رو از توی لانچ بگ در بیاره، وا بکنه. بچه های داون سندروم بهشون TA یا تیچر اسیستنت یا بعضی اسکول بورد ها میگن EA Educational Assistant تعلق میگیره، ولی بستگی به شرایط کلاس، شرایط مدرسه، شرایط اسکول بورد، اون EA ممکنه که 2 تا 3 تا 4 تا شاگرد بهش اساین شده باشن. برای همین هر لحظه هر روز ممکنه نتونه همیشه چشش 24 ساعت رو بچه شما باشه. خیلی کمک میکنه که هر چقدر بچه بتونه یه مقدار ایندیپندنت تر باشه و مقدار کارهای خودش رو راحت تر انجام بده. یکی دیگه از اتفاقهایی که توی این فاصله میفته جلسات IPRC هستش. جلساتی هستش که یه سری پروفشنال ها به علاوه مدیر و ناظم مدرسه، به علاوه معلم اسپشال ادویکیشن مدرسه، معلم کلاس بچه تو این جلسه شرکت میکنن. شما رو هم دعوت میکنن که در این جلسه باشین. در مورد بچه صحبت میکنن، دایگنوز هایی که شما به مدرسه دادین رو بررسی میکنن، نامه هایی که از دکتر اومده، اگه نامه از دیکر بچه بوده اونا رو بررسی میکنن که بتونن شرایط رو فراهم کنن برای زمانی که بچه وارد مدرسه میشه که در آموزش بچه وقفه ایجاد نشه. اگه برای سیفتی بچه باید یه چیزی در نظر بگیرن، اون رو پیاده کنن که روز اول که مدرسه بچه وارد میشه کمترین مشکل وجود داشته باشه برای این بچه‌ای که داره میاد تو مدرسه. حتما تو این جلسات شرکت کنین، چون که مدرسه و معلمینش و ناظم مدرسه و مدیر مدرسه بچه شما رو هنوز نمیشناسن. شما بهتر از هر کسی بچه خودتون رو میشناسین و برین تو این جلسات شرکت کنین و همونجور که قبلا تو اپیزودهای قبلی گفتم ادوکیت بچه‌تون باشین. اگه نیازی داره مطرح کنین برای بچه شروع IEP بچه Individual Education Planی که برای بچه می نویسن توی اون جلسه IPRC هستش. اگه مسئله هستش که فکر میکنین باید توی IEP بچه‌تون حتما ذکر بشه، این رو بیان کنین. این خیلی کمک میکنه که بچه شما ترانزیشنش به مدرسه راحت تر باشه و راحت تر بتونه تو مدرسه جا بیفته و سیفتیش توی مدرسه حفظ بشه و بچه امن باشه، یاد بگیره و همه مسائلی که خودتون بهتر از من میدونید. اگه مشکل زبان دارین میتونین از مدرسه بخواین که براتون مترجم بیاره توی این جلسه، ولی باز هم شرکت کنین. همیشه توی همه جلساتی که با مدرسه دارین اگه مشکل زبان دارین تقاضای مترجم بکنین. مدرسه همیشه میتونه برای شما مترجم فراهم کنه. در ضمن اینکه در طول سال تحصیلی هم اگه زمانی فکر میکنین که مشکلی وجود داره، یه کاری خوب انجام نشده، یه اتفاقی تو خونه افتاده که فکر میکنین مدرسه اگه خبردار باشه کمک میکنه به بچه‌تون، حتما این رابطه رو با معلم بچه، با مدیر مدرسه و با معلم اسپشال ادویکیشن مدرسه حفظ کنین. رابطه خوب بین خانواده و مدرسه همیشه بنفیت آخرش رو بچه‌هاتون مدرسه میبرن. برای مقطع ابتدایی که کلاس اول تا 8 هستش، ترانزیشن کیندرگارتن به کلاس اول همونقدر مهمه که ترانزیشن از قبل از مدرسه به کیندرگارتن، چون کیندرگارتن فضای پلی بیس داره، بچه ها خیلی بازی میکنن، خیلی اسباب بازی هستش. کلاس اول که میان دیگه فضا جدی میشه، پشت میز میشینن، معلم درس میده، بعد کار انجام بدن. برای همین خیلی مهمه که بازم اگه کتاب‌هایی رو دارین که راجع به شروع کلاس اول هستش برای بچه‌ها بخونین که خود آمادهشون کنین برای کلاس اول. اگه مدرسه این امکانو میده که بچه بره کلاس اولش رو ببینه، معلم کلاس اولش رو ببینه، حتما قبول کنین، برین جلسات رو بذارین. خیلی به بچه‌ها کمک میکنه. توی این پروسه هم باهاشون کارهایی که برای کلاس اول لازمه، مثلا مداد رو درست دستشون بگیرن، اینا چیزای خیلی بیسیکیه که میتونین باشون کمک کنین یاد بگیرن. وسایلی هستش که میشه روی مداد گذاشت که کمک میکنه که بچه حتما مداد رو درست دستش بگیره. یه تکنیک دیگه‌ای که به من یه آکیوپیشنال تراپیست یه سال به من یاد داد و خیلی مفیده اینه که مداد شمعی رو بشکنین خیلی کوچیک، بسیار کوچیک، و وقتی با بچه با اون میخواد نقاشی کنه چاره‌ای نداره تا اینکه درست بگیرتش و اینا کمک میکنه که ماهیچه‌های
کف دست بچه قوی بشه برای اینکه مداد رو درست دستش بگیره. کلاس اول تا سوم همه بچه ها دارن بیسیک ریاضی و بیسیک خوندن نوشتن رو یاد میگیرن. برای همین واقعا خیلی تفاوت زیادی بین بقیه بچه ها و بچه هایی که سندروم دان دارن وجود نداره. حتما بچه هایی که سندروم دان دارن IEP دارن و طبق نیازشون ممکنه که مباحث براشون ساده تر بکنن، بخشای کوچیکتری رو بهشون درس بدن که بچه موفق باشه تو مدرسه. مثلا اگه بچه های دیگه دارن توی ریاضی جمع 2 رقم در 2 رقم یاد میگیرن، بچه‌ای که سندروم دان داره اگه هنوز جمع 1 رقم در 1 رقم مشکل داره باهاش اونو کار دارن میکنن. ولی به هر حال بیسیک ریاضی، بیسیک خوندن نوشتن، معلم ها توی مقطع پرایمری کم کلاس اول تا سوم خیلی وسایل کمک آموزشی هندزان استفاده میکنن. این به درد همه بچه ها میخوره و برای بچه هایی که سندروم دان دارن واجبه. برای همین تو کلاس پرایمری این وجود داره، خیلی زیاده. از ویژوال، از عکس، از ویدیو خیلی استفاده میشه، بازم به درد همه بچه ها میخوره. معمولا موقع خوندن معلم ها خیلی آرومتر میخونن، چیزی که داره خونده میشه رو تیکه تیکه میکنن، برای بچه ها لغت های سخت و توضیح میدن، به درد همه بچه ها میخوره. برای خیلی فرق زیادی بین بقیه بچه ها و بچه هایی که سندروم دان دارن وجود نداره. کلاس 4 تا 6 که مقطع جونیر محسوب میشه، بچه های یه مقدار مباحث سنگین تر میشه، مفهومی تر میشه. واسه همین ممکنه یه مقدار برای بچه هایی که سندروم دان دارن بعضی از موارد بسیار سنگین باشه. معمولاً فوکس رو میذارن روی مسائلی که در زندگی آینده به درد بچه ها بخوره. مثلا توی ریاضی بیشتر روی اعداد، جمع و تفریق، شمردن پول، مسائلی که توی زندگی عادی روزمره به درد بچه ها میخوره. وقتی توی خوندن و نوشتنه، اگه بچه هنوز برای خوندن لغات مشکل داره، روی اون براش فوکس میکنن. ممکنه مقداری که ازش میخوان بنویسه مقداری کمتریه، مباحثی رو بهش میدن که علاقه بیشتری داره، که توی زندگی روزمره بیشتر به دردش میخوره. اینجوری هنوز هم داره یاد میگیره، هنوز هم توی کلاس با بقیه بچه ها اینوالوده، ولی بر اساس نیازهای خودش. کلاس 7 و 8 مقطع اینترمدییت محسوب میشه که البته اینترمدییت توی دبیرستان تا 9 و 10 رو هم شامل میشه، ولی من دبیرستان رو جدا صحبت میکنم. 7 و 8 بچه ها رو چون دارن آماده میکنن برای مقطع دبیرستان و بعدش برای دانشگاه، بچه ها پروژه های ریسرچ و تحقیقاتی و مسائل مدلی رو بیشتر دارن. بچه هایی که سندروم دان هم دارن میتونن این کارها رو انجام بدن. معمولا موضوعاتی رو بهشون میدن که بیشتر بهش علاقه دارن، سعی میکنن که زمان بیشتری بهشون بدن که این تحقیق رو انجام بدن. کمک ادویکیشنال اسیستنتشون رو دارن که میشینه براشون اسایمنت رو تیکه تیکه بخشای کوچیک‌تر میکنه، با هم یه بخش رو انجام میدن، تموم میکنن، میرن بخش بعد. و چون وقتشون هم بیشتر، ممکنه بقیه بچه ها 2 تا 3 تا اسایمنت انجام بدن، بچه که سندروم دان داره یکیشو انجام بده، ولی داره یه کار مشابه تحقیقاتی داره انجام میده و روی اسکیل هایی که در سالهای قبل یاد گرفته داره اسکیل جدیدی انجام میده و یاد میگیره. چیزی که خیلی مهم هستش برای همه بچه ها، این داستان مهمه، برای بچه هایی که سندروم دان دارن واجبه که براشون ریدینگ هایی که توی کلاس خونده میشه خیلی مهمه که با علاقه این بچه ها هماهنگی داشته باشه. من یه سال شاگردی داشتم که سندروم دان داشت، شدیداً علاقه‌مند بود به حیوانات، صدای حیوانات رو در می آورد، ادای حیوانات رو در می آورد. ما سعی می‌کردیم که مثلا وقتی ریاضی هم داریم کار می‌کنیم عکس حیونا رو بذاریم بگیم اینا رو بشمر، یا سورتینگ داریم می‌کنیم عکس حیونا رو می‌ذاشتیم میگفتیم اینا رو سورت کن، مثلا پرنده ها همه برن با هم دیگه، ماهی ها همه برن با هم دیگه. طبق علاقش وقتی یه کاری انجام میدیم بازم داره یاد میگیره، ولی راحت‌تر داره یاد میگیره، با عشق و علاقه بیشتر یاد میگیره. این میگم بازم واسه همه بچه‌ها مهمه
ولی برای بچه‌هایی که سندروم دان دارن واجبه. یکی دیگه از مسائل اینه که به بچه‌ها حق انتخاب بدیم. این کارو میخوای انجام بدی یا این کارو انجام بدی؟ میخوای در مورد این مسئله تحقیق کنی یا میخوای در مورد این مسئله تحقیق کنی؟ میخوای برای تحقیقت پوستر درست کنی یا میخوای پرزنتیشن آنلاین درست کنی، گوگل اسلاید درست کنی؟ این کمک میکنه که بچه‌ها وقتی که به یه چیزی علاقه دارن و احساس میکنن خودشون حق انتخاب داشتن، با عشق و علاقه بیشتری اون کار رو انجام بدن، براش بیشتر وقت بذارن و بیشتر هم یاد بگیرن. در مورد دبیرستان پروگرام‌های خیلی متفاوتی وجود داره، ولی من خیلی راجع به این پروگرام‌ها صحبت نمی‌کنم، چون که توی تحقیقی که می‌کردم دیدم که هر اسکول بوردی یه اسمی رو پروگرام داره، هر اسکول بوردی آپشن‌های پروگرامایی که داره متفاوته. واقعا نمیتونم بگم که مثلا این پروگرام وجود داره، این پروگرام بینش انتخاب کنین. هر اسکول بوردی متفاوته. شما باید با مشاور کلاس 8 بچه‌تون صحبت کنین، با اسکول بورد صحبت کنین، وبسایت اسکول بورد رو ببینین چه پروگرام هایی وجود داره. اگه این پروگرام ها اوپن هاوس دارن برین ببینین، با اون مدارس صحبت کنین، تور مدارس رو ببینین و اون چیزی که فکر میکنین بیشتر به درد بچه‌تون میخوره و بیشتر با سیستم آموزشی خانواده شما جور در میاد، اون پروگرام رو براش انتخاب کنین. بچه‌هایی که سندروم دان دارن، به حالت همه بچه‌ها این رو دارن، ولی برای خب شما مهمتره اینه که بدونین که بچه تا 21 سال میتونه دبیرستان باشه. هیچ عجله‌ای نیستش که حتما 18 سالگی فارغ التحصیل بشه. اگه کمک میکنه که بچه تعداد کورس کمتری برداره که فشار روش کمتر باشه، اعصابش آرومتر باشه، حتما این کار رو بکنید. تا 21 سالگی میتونن بچه‌ها تو دبیرستان بمونن. و در تمام طول این سال‌ها از کلاس اول تا هشتم، از کیندرگارتن تا هشتم، مطمئن باشین که این رابطتون رو با مدرسه حفظ کنین. با معلم بچه دائم در ارتباط باشین، با مدیر و ناظم مدرسه در ارتباط باشین. اگه مشکلی تو مدرسه هست برین صحبت کنین، نذارین این مشکل بزرگ بشه. مدرسه هوپفولی معلم و مدیر و ناظم هستن که کمک بکنن. برین صحبت بکنین. اگه مسئله‌ای در خونه هستش که فکر میکنین که اگه مدرسه بدون کمک میکنه به بچه که محیط آرومتری رو داشته باشه، هم در خونه هم مدرسه، برین با مدرسه مطرح کنین. این رابطه بین مدرسه و خونه بسیار مهمه. امیدوارم که از اپیزود امروز لذت برده باشین. اپیزود بعدیمون در مورد بچه‌هایی هستش که مشکلات بیهیویر دارن، بچه‌هایی که حالا به هر دلیلی ممکنه که هی تو مدرسه تو دردسر میافتن، ممکنه یه وقتایی ساسپند میشن، ممکنه خیلی تو مدرسه شیطونی میکنن، میخوان بامزه باشن، هی شما بهتون تلفن میزنن میگن که بچه‌تون داره اذیت میکنه، بچه‌تون این کارو میکنه. چه راه حلایی برای این بچه‌ها وجود داره؟ در این مورد میخوایم با هم صحبت کنیم. اگه اپیزود امروز رو مفید دیدین و دوست دارین که در اپیزودهای بعدی با ما همراه باشین، خوشحال میشیم که لایک کنین و سابسکرایب کنین. همچنین میتونین ما رو به همین اسم راه مدرسه با نسیم در فیسبوک، اینستاگرام و تیک تاک هم پیدا کنین. مرسی که با ما بودین. روز خوبی داشته باشین. خداحافظ.